آقا سلام، عرض ادب. یه چند تا می‌خواستم نکته بگم. به خدا اول از همه که من از خدامه، نه من همیشه گفتم خدای به همه بده، بعد که به همه دادی یه گوشه چشمی هم به من نار کن. حالا یه سری‌ها برمی‌دارن مثلا پشت سر ما حرف می‌زنن میگن حسودیش میشه، منو میگن ایرانی‌ها خیلی یاری میگن. به والله اینجوری نیست. من واسه دشمنم بد نمیخوام. ان شاءالله که هر کی هر جا هست موفق و تندرست بشه، ما ببینیم عشق کنیم از موفقیتش. یه چند روز پیش یکی از بچه‌های باشگاه دکتر فیزیوتراپه گفت میخوام اسپانسر یکی از بچه‌های ایران بشم که مسابقه میده بیاد اینجا پیشرفت کنه. ببینید بچه‌ها، به والله اصلا این خبرا نیست. اصلا ببین این فکر رو از ذهنتون دور کنید که تو ایران مسابقه بدید میخوای بیاد اینجا پیشرفت کنید. میتونید اینجا پیشرفت کنید، بعد با پول بیایید. یه ورزشکار حرفه‌ای، یه ورزشکار مسابقه‌ای زندگی فقیرانه‌اش زیر فقر بخواد اینجا زندگی کنه، مکملش رو بزنه، نمیدونم داروشو بزنه، غذاشو بخوره و اجاره کنه بده، زیر فقرش 8 تا 10 هزار دلاره. اونم چی؟ اینجا فکر نکنید به ورزشکار پول میدن. اینجا کسی به ورزش پول نمیده. اینجا بیایید مثلا مربیگری کنید بخوام بدن مثلا ماهی 2000 دلار به شما بدن. این حرفا نیست که فکر کنید بیاید اینجا پول پارو میکنید. و اینکه خواستید بیایید از ایران بیایید اینجا باید با پول بیایید. فکر نکنید بیایید اینجا پیشرفت کنید. نه، این خبر نیست. کسی اینجا به ورزش اصلا اهمیت نمیده. بعد خودتون با جیب خودتون بیایید اینجا. مطلب دوم، یکی از بچه‌ها حرف افتاد میگه من نمیدونم درس خوندم، مدرک دارم، فلان دارم، میخوام بیام اینجا درسمو ادامه بدم موفق بشم، مثلا پیشرفت کنم. ببینید بچه‌ها، اینجا دقیقاً مثل ایرانه. کسی مثلا شما فکر کن تو ایران دکتری، مهندسی، اصلا پروفسوری، هر کی هستی مال خود هستی، بیای اینجا مثلا میخوای یه جا بری کار کنی، به عنوان مثلا به کانادایی مثلا 6000 دلار میدن به شما که تازه وارد شدی، 2000 دلار زوری میدن. همینه، میگن نمیخوای برو جای دیگه کار کن و شما مجبوری بعد یه کار کنید. و اینکه فکر نکنید مثلا تو ایران دکترید بیاید اینجا مثلا مطب بهتون میدن. نه، اینجا بیایید خیلی رک میگن باید حمالی کنید. بگن نمیدونم بیا زمینو تی بزن و بری تی بزنید. فکر نکن اینجا کسی به درس و اینا اهمیت نمیده. دقیقاً اینجا مثل ایرانه، باید رابط داشته باشی. و اینکه اگه میخوای موفق بشی باید بیا اینجا درس اینجا رو بخونی. و اینجا مثل ایران نیست دانشگاهش که کیلویی باشه با پارتی و مسخره بازی قبولت کنن بگم بری اوکی. اینجا 10 برابر ایران سخت‌تره. یکی از بچه‌ها رئیس بیمارستان کرج، نمیدونم تو چه بیمارستانی بود، اینجا دکتره اینجا رو میخواد بخونه، 3 ساله داره همینجوری پشت سر هم رد میشه. رئیس بیمارستان بوده که میگه به والله تو ایران ما 600 میلیون درآمد داشتم، اومدم اینجا فقط به خاطر زن و بچه‌م. اومده بود اینجا این راننده چیز هست، آموزش رانندگی ها، تو اون ماشینا کار میکرد که مثلا رانندگی یاد میداد به هنرجوها. این خبران نیست. فکر نکنید نمیدونم تو ایران دکترید میاد اینجا تحویلتون میگیره. نه، اینجا مثلا بهت محل نمیذارن، فقط باید پارتی داشته باشی. این دو تا مطلب حتما گوشه ذهنتون داشته باشید. باید بیاید اینجا از زیر صفرش کنید. ببین اینجا خیلی داریم مهندس، دارم دکتر فلانه، میاد اینجا به والله لوله کشی میکنن، برق کشی میکنن، تی میذارن. بهتون گفته باشم که الکی دلتون خوش نکنید. این حرفایی که میشنوید نمیدونم برید اونور گل و بلبله، این خبرا نیست، از ما گفتم بود. هر کی تونست استفاده میکنه، هر کم نتونست قبول نکردم نکرد. نه شما بخواید سود کنید به من چیزی میدن، نه بخواید ضرر کنید چیزی از من میگیرم. فقط جهت دلسوزی کنید. واسه در تکتونم یا